اونم هیچ وقت از پدر و مادرش مصلحت نپرسیده است. من فکر میکنم و باوری هم دارم که پدر و مادرش رو مصلحت نپرسیده است که من بروم مفتی جمهوری رو به قتل برسونم. اگر میگفت هرگز اون پدر و مادر اجازت نمیداد، لیکن کار کردگیش رو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم صلوات الله علیه و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شناخت خطری عقیده افراطی، گروه افراطی رو هم باید حتمی بشناسیم تا اینکه فریب اونها رو نخوریم. گروه افراطی این گروه نو نیست. نفر روز بعد نماز بانم در داخل مسجد خنجر زدم و گمانه که ثواب میگیره. یعنی تندروی، کجفهمی و کم سوادی همین از به بدبختی و به کفر و به جهنم میبرد. و کفر و به چی؟ به جهنم میبرد. این دین رو ندرست فهمیده است. دین رو ندرست فهمیده است. فتنه بود از روی افراطی دینی، زیاده روی، کم سوادی، کج فهمی، کج میفهمند. سواد نیست که دین رو درست بفهمند. به خاطری که دین رو درست بفهمند، همچنان که خدا و رسول خدا گفتگی است بفهمند، برای این چی لازم است؟ سواد، علم، معلومات، معرفت، خدا ترسی. خدا ترسی هم در نتیجه همین درک و فهم و علم به وجود می آید. اگر نداند از کجا از خدا می ترسد؟ تندروی دینی، بیدرک از اون که کافر شدند در داخل مسجد خون به حد زیاد رفت. به انصافی تندروی رو بین، تندروی دینی. حالا اون گمان کرد که تمام من کاری بزرگی کردم جنت می روم. حالا یکی از کمپیرک خریب زیاده خش تبور 90 سال از زیاد خبرگیری اومد. اگر دیدی جراحات و دیگر پروردگار چشمش کور کنه دیگر. گفتم نه، بگو هدایتش کند. از کور شدن این ما فایده نمیبینیم. هدایتش کند، هدایتش کند، عبادت کند، ما ثواب میگیریم. همونی که خونه که در مسجد ریخت، چند که ریخت و این همه اجر دارد، به اجر نیست. ما نمیشناسیمش، نه پدرش نه مادرش. پدرش معلم گفتن، مادرش هم اون فروشی هم مکتب گفتن. یک گروه، یک مجموعه جوانوی کم سوادی کج فهم گویا که خدمت اسلام کردن. اینا رو با واسطه اینترنت، شبکه‌های اجتماعی دعوت میکنند. از پیش دیدگی نیستن همون آدمایی رو که اینا رو دعوت کردند و راهنمایی کردند و سفارش دادند، اینا انجام دادند یا که مبلغ‌های معینی وعده کردند. از پیش دیدگی نیستن اصلا. پس اون اینترنت چی هست نمیدونم. حالا بابا با پس خودش، خدا هدایتش کند. فکری همین مادرش نکرد که چقدر عذاب میکشد همون مادر تا این حساب کتابش تمام میشود. یا دیگرانش هم که باشند چند نفر. تندروای دینی همین هستند. به خاطر چی؟ پراکنده کردن جمعیت مسلمان. مقصد اینو همین است. همین گروهی که تندرو هستند، تکفیریایی که هستند، شما دیدید که یکم کافر رو کشته باشند تو به حال مسلمان میکشند، نمازگزار میکشند، مسجدها میترکنند. هم خلاص نیست. در کجا همینا به منفعت اسلام کار کردند؟ فقط جمعیت و جامعه مسلمانی رو پراکنده میکنن، پریشان میکنن، خراب میکنن، به آتش میزنن و خواب یکسان میکنن. همین است این گروه های تندرو. از این گروه های تندرو یک نفرش رو میشناسم، ما میشینیم صحبت میکنیم. کارش فقط علم دین رو تنقیل کردن است. رنگش هم سیاه و کبود، نور ایمان در روش نیست. کارش فقط تنقید خادمای دین، فقط تنقید مسلمان، دیگر کاری دیگر نداره. جزا هم گرفته است، باز هیچ عبرتش نمی شود. یعنی اگر ساده و سفته و آشکارتر بگویم، یک شیطان در صورت انسان در بین مسلمان برای بدبخت کردنی، برای پریشان و پراکنده کردنی مردم مسلمان، دیگر کاری دیگر نداره، دیگر وظیفه دیگر نداره. همین از وظیفه‌اش پراکنده کردن جمعیت و جامعه مسلمان، شک و شبهه آوردن در عبادت و در زندگی برای مسلمان. اینش بدعت است، اینش کفر است، اینش شرک است، اینش این است، اینش این است. فقط
مردم مسلمان رو آواره و شکاک، تمام دیگه چیکار کنم نمیدونم. مردم مسلمان رو حیران میکند. و این اسلام نیست. حالا پدری همون معلم، خداوند هدایتش کند، خداوند هدایتش کند. اونم هیچ وقت از پدر و مادرش مصلحت نپرسیده است. من فکر میکنم و باوری هم دارم که پدر و مادرش رو مصلحت نپرسیده است که من بروم مفتی جمهوری رو به قتل برسونم. اگر میگفت هرگز اون پدر و مادر اجازت نمیداد، لیکن کار کردگیش رو کرد. وقتی که مرگ نباشد گاه میبینید که از یک حالتهای انسان حیات زنده میماند که هیچ عقل باور ندارد. منم پرسیدم برادر چیکار میکنم؟ خداوند هدایتش کند، تمام هدایتش کند، ما ثواب میگیریم. حالا که کور شود یا که دیگر شود، باز درد سر همین ملت و با همین سرزمین همین کشور هم خلاص یا نیست. خداوند هدایت کند. نه، مسلمان کار را نمی کند، این خیانت است، برای همین برکت نمی‌یابد. مسلمان هم باید که تمام کاری که انجام عبادت انجام میدهد باید با تمام وجودش. نماز آمدیم با خود کارد نیاریم و کسی رو خنجر نزنیم یا که پایافزال ندزدیم، با تمام وجود وقتی که عبادت رو انجام بدهیم، پروردگار عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو برات میدهد. این است اسلام، این است رحم شفقت، این است عدل و انصاف.